همون خاطر خوب دقت بکنید های ملت تاجیکی، مردم و آنانی که در فکرشان آزادی است و طینت آزادمنشی دارند، بالای ما و شما خطر و خطر جدی از پیشتر کرده مواجهتر هست. و خطری که امروز ما و تو داریم، اون خطر رحمانوف است، اون خطر از طرف رحمانوف است، اون خطر از طرف مقامات درنده و شرنده رحمانوف است. یگانه راهی که ما و شما میتوانیم کار کنیم، باید که آگاهانه عمل نماییم. آگاهانه عمل نمودن با پیندار، نه اینکه اسپانتان نه یگان کارهای انجام بدهیم که از سودش ضررش بیشتر است. چگونه میتوانیم ما کارهای را انجام بدهیم؟ خب خیلی زیاد صحبت کردیم، تا امروز جنایت‌های رحمانوف گفتیم، از عائلش تا مقاماتش تا تمام افرادی که در تاجیکستان یک کمی توانستند کارهای انجام دهند. عزت امان زندانی شد 9 سال. دیگر فکر رهایی او تنها با عزم و اراده من و توست، نه با خواهش رحمانوفی پلید. نه اینکه رحمانوف و مقامات درنده او را عفو کند. عفو طلب کردن از رحمانوف والله حماقت است. انتظار عفو بودن از رحمانوف این جهالت است. هر یک فرد آزاده این ملت هرگز از رحمانوف عفو نباید طلب کند. طلب نباید از رحمانوف عفو کنید. رحمانوفی کهنه جنوب کی است که او عفو کنه؟ رحمانوف یک شخص به درایت پلیدی کثیفی، یعنی تمام چی میگن خصلت های رذیله در این مردی پیرسگ وجود دارد. از اون چگونه عفو طلب کنیم؟ رحمانوف شخصی نیست که ما را عفو کنه. ما باید رحمانوف را عفو کنیم، ولی هرگز انشاءالله او را عفو نمیکنیم. از رحمانوف عفو طلب نکنید و رحمانوف نیز عفو نمیشود. انشاءالله با محکمه جنایی این ملت کشیده خواهد شد، هم خودش هم افراد نزدیک به او، ولی انشاءالله مقامات امنیتی و آنانی که صادقانه در بری این ملت بودن در روزهای سنگینشون، هرگز ملت اونها را فراموش نمیکنه، چه در صف مقامات وزارت داخله چه در صف مقامات امنیتی کشور. هر روز شما را تلقین میکنن که اگر مخالفان قدرت را بگیرن شما را یگان کارتون نمیکنن. مخالفا هرگز آدمکش نیستند، مخالفا هرگز قاتل نبودن و قاتل هم نمیشوند. ما با تمام صراحت از این جامعه گم، هر مقام امنیتی، هر مقام وزارت داخله صادق با این ملت و وطن بود، انشاءالله که در مقامات بالاتر این مقامات کار خواهند کرد. فقط صادق به این ملت بودن است، صادق به اسی مخوف پلید و صادق به رمضان رحیمزاده نباید باشه. صادق به وطن و ملت باشه، صادق به وطن و ملت، نه به کسی دیگر، نه به چیزی دیگر، نه برای هدف دیگر. شما فرزندان این ملتید، شما فرزندای رحمانوف اس رمضان رحیمزاده نیستید، شما فرزندای این ملتید. این ملت با شما باید افتخار داشته باشد. آی کارمندان مقامات امنیتی و کارهای وزارت کارهای داخله و بعضی گروه و گروه‌های کوچکی که در خدمت این عائله قرار داره، یک افراد بزرگتون زندان کرده ایستند. آینده فرزند دختر و پسر تو غلام این عائله خواهند ماند. تو در یک مناقشه کشته میشوی یا پنسیه میبری. رحمانوف حتی با اونانی که او را سر قدرت آوردن رحم نکرد. امروز در دست سلاح است، خودت خوب فکر میکنی همین که با یک نروشن یک عملی بعد انجام دادن در حال تو عوض میشی و فرزندی تو خودی تو و مانند یک کالای نادرکار برای این مقاماتی. و اون خاطر از امروز فکر فردا تا بکن. هر نفری که در نهادهای قدرتی کار میکنه دیده که گنرالاتون چیکار کردن، دیده که چگونه عملکردها بر علیه شما انجام داده ایستند. به همون خاطر هر یک فردتون آگاه باشید. مقامات قدرتی کشور این چیزی است که ناگزیر باید شما آن را دانید و با آن عمل کنید.